سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ من پرام هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا ریومپ هانزو اومد و ما گفتیم یه ویدیو سریع ازش بگیم که چیاش تغییر کرده و اینا. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما اگه از یوتیوب میبینید چنل ما رو سابسکرایب کنید، اون دکمه زنگوله هم بزنید. اگه هم آپلود میبینید کانال ما رو دنبال کنید. به کانال تلگرام ما هم حتما بپیوندید. دمتون گرم. خب بریم ببینیم هانزو چجوری شده. اول در مورد پسیوش بگم. پسیوش قبلا این بود که مثلا شما کریپی انمی یا مثلا جانگلی چیزی میمرد، میبینید یه زیر اچ پی مون یه واحد خونی بود، یه به قول حالا بعضی میگفتن مانا، خب مانا نبود، یه واحد خونی بود اون قرمز رنگ که تایم اولتمون رو نشون میداد. یعنی با اون تایم اولتمون بیشتر میشد، اگه هر چون بیشتر بود ما بیشتر تو حالت اولتمون میموندیم، تو حالت روح میموندیم. ولی خب حالا اون پسیو رفته و الان پسیو الان چی شده؟ یه استگی بالا سر انمی میاد. حالا بذار من اینا رو نه. یه استگی بالا سر انمی میاد، میبینید تا 5 تا میره و وقتی اون پر بشه میتونید از اسکیل یکتون رو انمی استفاده کنید. قدیما اینطوری نبود، قدیما نمیتونید از اسکیل یکتون رو انمی استفاده کنید. توی حالت رو هم از اسکیل یکتون میتونید استفاده کنید، ولی اگه این 5 تا رو پر بکنید دمیج خیلی بیشتری میده تا مثلا یه دونه اینطوری عادی بزنید. خب این از این. و در مورد جانگلا ما قدیما فقط با 5 تا ضربه میزنیم تا اسکیل 1 باز میشد، ولی الان باید به اون جانگلی که میخوایم 5 تا ضربه بزنیم تا باز بشه. مثلا الان میبینید من بزرگه رو میخوام، ولی خب کوچیکه رو میگیم چون من رو کوچیکه باز کردم. باید حتما روی بزرگه اگه میخواید جانگل بزنید باز کنید تا حالا یه خوبی هم که الان بهش اضافه شده این اسکیل 2شه. حالا مثلا مخصوصا واسه دزدیدن جانگل انمی ببینید پرش میکنه، راحت میدوزید مثلا جانگل انمی. این از پسیو این هیرو. آقا میریم سراغ اسکیل یکش دیگه. الان با پسیوش بود توضیح دادم دیگه. 5 تا پر بشه با اسکیل 2 هم میتونید پر کنید، میتونید بزنید و دمیج بدید. حالا من آیتم ندارم اینطوری دمیج نمیده. اسکیل 2 هیرو چی شده؟ قدیما میزدیم مثلا یه جا رو انتخاب میکردیم، یه دایره سبز در میومد و شروع میکرد دمیج دادن، ولی الان یه بلینک اضافه شد و به اضافه یه دمیجی یه بلینک میکنه سمت جلو و دمیج ده و همینطور اون 5 تا استگ رو اگه طرف تو اون بمونه پر میکنه. این 5 تا استگ پر میشه. این از اسکیل 2ش. این سراغ اولتیمیتش چه تغییراتی کرده؟ اول از همه دیگه کلا گفتیم واحد خون نمیخواد جمع کنید، خودش واحد خون پر داره یه تایم مشخصی. و اینم بگم که از بلو باف روش تاثیر میذاره، یعنی اگه شما بلو باف داشته باشید این واحد خونه بیشتر میشه. بلو باف واسه مانا میگیرن دیگه، اینم یه نوع مانا به حساب انرژیه، این الان تبدیل به انرژی شده و همین دیگه. از این بعد نکته بعدی راجع به التیمیتش. قدیما به یه برمون بود التیمیتش دمیج میخورد، ولی الان نباید به یه برمون باشه. چرا؟ به این دلیل. بذارید من الان اچ پی پر بود دیگه، میبینید ما هم کلا علنا بدن اصلی میمیره، حالا یک کمی بهش اچ پی اضافه میشه کلا. پس فکر نکنید الان مثلا دیگه رو بدنتون آسیب نمیبینه، این انمیه مثلا این انمیه میرید کنارش اینطوری اود کنید چاق روحتونم بمیره براتون مهم نباشه. نه از این خبران نیست. بازم باید بدنتون رو به نظر من یه جای سیف بذارید که اگه مثلا روحتون حالا مثلا مردم اچ پی تون اونطوری نیاد پایین. خب الان ولی یه خوبی که داره اینه که حالا وقتی برمیگردیم یه اچ پی بهتون اضافه میشه. اگه نگاه کنید میبینید که این اچ پی رو جلوتر میگم با اوراکل خیلی خوب میشه. این اچ پی اوراکل خیلی خیلی بهتر میشه. و بریم سراغ اسکیلای التیمیتش، اسکیلای حالت روحش. اسکیل یکش که کلا میشه زد ولی دمیج کم میده. ببینید الان مثلا 145 تا داد، مگر اینکه 5 تا استگ بالا سر طرف پر کنید تا دمیج خیلی بیشتری بده. و اینم بگم
بذارید. اسکیل یکش علاوه بر دمیجی که میده میبینید بذارید یه اچ پی هم پر میکنه که این خیلی خوبه که گفتم با اوراکل این اچ پی بیشتر میشه. اون اچ پی که پر میکنه ریجن میگیره. اسکیل دوش هم که تقریبا این اسکیل دویی که تو حالت انسانی دیگه بلینکی میکنه، دمیجی میده و شروع میکنه استک پر کردن که تا شما اسکیل یک رو بزنید. حتما این اسکیل یک رو سعی کنید وقتی 5 رو استک پر کردید بزنید تا هم اچ پی بیشتری پر کنه و هم دمیج بیشتری بده. حالا گلدن استف رو بذارید بهتر آسیب میده. و یک نکته دیگه من راجع به التیمیتش بدم چیکار میکنم تلپورت. الان وقتی مثلا الان خیلی راحت متوجه میشید که مثلا بدنتون داره میاد به سمتتون. مثلا قدیما باید حتما حواستون به مثلا مپ و این واحد خونتون بود، ولی الان خیلی راحت چون متوجه میشید که بدنتون داره میاد سمتتون. و دیگه مثلا نمیتونید بدنتون رو بیارید سمت روحتون، نگاه کنید خودش خود به خود میاد. مثلا اگه یادتون باشه یه گزینه بود مثلا این حالت عادی رو میذارید برمیگشت به بدنش، ولی یه گزینه دیگه هم بالاش بود میذارید بدنتون میومد به سمت روحتون. الان اون حذف شده، الان واحد خونتون تموم بشه بدنتون خود به خود میاد سمت روحتون. و هرچی هم اچ پی با روحتون بگیرید وقتی برگردید به بدنتون اچ پی رو بهتون میده. مثلا من الان تلپورت کجاست؟ مثلا من الان اینجا اچ پی یکم پر کردم، میبینید بدنم اچ پی پر میکنه و خوبیش اینه دیگه، این یه چیز نکات مثبتشه. ولی خب مثلا گوشم به این روحتون یک بزنه برگردید به بدنتون یکش روش هست، میاد حواستون باشه. و حالا در مورد بیلداش حالا تو یوتیوب اینا نشون داده بود، من خودم اولین بردیدم که ناراحت شدم، ولی خب نه اونطوری نیست. فکر میکنم کلا فول دمیج دیگه باید ببندی. میتونید فول دمیج هم ببندی، رو هانزای قدیمی هم فول دمیج بعضیا میبستن، ولی اتک اسپیدش یه چیز دیگه است واقعا. اتک اسپید رو میتونید حالا ببندید. من خودم اوراکل رو از این بعد دارم میذارم. حالا اسکای هم زیاد نذاشتید مهم نیست، مثلا میتونید اینو بده، چون اوراکل الان واقعا چجوری بگم براتون، به نظر من چیز آیتم حیاتی شده واقعا براش. مثلا شما اینطوری دمیج میخوری با اوراکل خیلی بیشتر راحت ترش پر میکنه. میبینید چه اچ پی پر میکنه، برگردیدم بیشتر پر میکنه. اوراکل به نظر من حتی تو بیلدتون باشه خیلی بهتره، راحت اچ پی پر کنید. و حالا اسکای اگه خواستید بذارید، یا مثلا اگه خیلی مثلا دمیجاتون اثر نداشت اینو بذارید، یا مثلا میتونید فکر رو بذارید. مثلا میتونید حالا اینا هم نذاشتید تاندربلت بذارید. تاندربلت هم جواب با این سه تا آیتم دمیج به خدا آیتم این سه تا آیتم بسته واسه یه هانزو واسه دمیج دادن. به نظر من تاندربلت خودش هم یه دمیجی میده، میبینید یه تورو دمیجی میزنه، نکنید یه تورو دمیجی میزنه. حالا با این کاری نداریم، به دفنسی که میده مثلا کار داریم، به صفر کردن شما. حالا اگه تاندر هم نداشتید مهم نیست، من خودم بعضی دستا میذارم. سیلبرد هم که هیل انمی زیاد بود باید بذارید. و همین این از هانزوی ریوم هیرو مین خودم هست. و اینکه حتما یه گیم پلی باش میذارم فردا یا پس فردا، گیم پلی کامل. و همین دیگه، این بود از هانزوی ریوم و گیم پلی هم باش میذارم. و دوستان امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگر آپارات دارید میرید کانال ما رو دنبال کنید و کانال تلگرام ما هم حتما جوین بشید. و اینکه توی کامنت ها بگید دیگه از موبایل لژند، اگه موبایل لژند بازید بگید چه سبک ویدیوهایی باید براتون بذارم، مثلا از موبایل لژند آموزشی بذارم، مثلا فان اینا بذارم، یا مثلا هیروی چیزی بلد نبودید بگید بذارم، اخبارشو که حتما میذارم. و همین دیگه، حتما کار ما رو دنبال کنید. کارمون نوپای دوستان تازه زدیم و به حمایتتون نیاز داریم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.